فرار مرغی بعد از 23 سال آیا اون انتظار جواب داد یا نه؟ Last time we broke out of a chicken farm. Well, this time... خب فرار مرغی بعد از 23 سال پخش شد. این که بعد از 23 سال جرأت اینو داشته باشی بری سمت یه پروژه قوی، پروژه بزرگ، پروژه موفق، خودش جای تحسین داره. اما بعد از 23 سال افرادی که قبلا 10 سالش بوده، 15 سالش بوده، 8 سالش بوده، الان کمش 30 سالشه، 40 سالشه و بچهشه. پس یه زامبی خوره داری در موردش. هر کاری، هر چیزی در حرف زدن در موردش، هر حرکتی براش کار بسیار سختیه. آیا تونستن فرار مرغی را همون جوری که ما دوست داریم در بیارن یا نه؟ Only the small matter of this electric fence. The camera-driven gun-toting moles. اول از جایی شروع کنیم که انتظار یه مخاطب زامبی مثل من که تو در 12 سالگی اونو دیده و 10 سال 11 سال پیش و یکی از انیمیشن‌های خیلی خفنش بوده چی بود از این انیمیشن؟ چی از این انیمیشن؟ اتمسفر فرار مرغی یک چی بود که اونو خاص کرده بود؟ اتمسفر ترسناکی داشت برای ما. خب اون تایم خیلی ترسناک بود. یه ضرب المثل خیلی معروف هست تو فوتبال، میگه فوتبال یه بازی ساده ایه و ساده فوتبال بازی کردن ولی سخته. توی فرار مرغی یک ما یه فنس دور راحتی داشتیم، یه فنس ساده داشتیم که قرار بود مرغا یه مقداری ساده و قرار بود مرغا از اون فنس فرار کنن و همون فنس یه پل بزرگی شده بود، یه معمای بزرگ شدن. اما تو فرار مرغی 2 Okay, everyone. It's go time. It's all right. I went before we left. مرغداری که این همه پیشرفت کرده باشه و این همه سخت باشه، نه خراب کرد، خیلی خراب کرد. و در کل انیمیشن جالبی بود ولی من خیلی کلنجار رفتم که این انیمیشن رو بقبولانم به خودم که انیمیشن قشنگیه، انیمیشن اکشن داشت ولی اونی که میخواستیم نبود. در مورد اینکه فیلم کجا مشکلات زیادی داشت، این که آقا یه مزرعه خیلی خفن‌تر درست کرده بودن که یه عالمه سیکوریتی و امنیت داشتن که واقعا منطقی نبود. درسته، حالا یه نکته میگم که یه چیزی بود که اونو شاید یه کوچولو قابل قبول کنن ولی نه دیگه، فرار از زندان نیست که یه مزرعه مرغداری با این همه سیکوریتی و این همه امنیت. نه، حالا اگه اینو رو گذاشتی، یعنی یه مزرعه ساختی که یه عالمه امنیت شدید و سخت داره، عیبی نداره. به همون اندازه باید فراره سخت می بود، به همون اندازه فراره باید عجیب غریب می بود. ولی متاسفانه فراره یعنی یه چیز قولی رو درست کردی که تمام شد. این مشکل اساسی ترش بود. یعنی اگه تو یه مزرعه درست میکنی خیلی خفن فرار از واقعیت، اوکی، پس یه فراری هم درست کن که سخت باشه. فرار مرغی 1 سخت بود، خیلی سخت بود فرار کردن از اون مزرعه کوفتی. یه عالمه زحمت، یه عالمه و 90 دقیقه 80 دقیقه زحمت بود برای فرار کردن از اون مزرعه. نه اینکه یه حجم زیادی از فیلم با اون مزرعه خیلی خفن برن تو خیلی راحت. حالا راحت خیلی خطی و ساده و دیدنی نشست. اما مضمون فیلم که فریدم، آزادی بود، رسید و خیلی جالب بود برام. 1-2 تا نکته پنهانی داشتش که حالا اونایی که دیدن قطعا میفهمن. دختر داستان ما مثل مادرش آزادی طلب بود و مادره با اینکه همه چی رو فراهم کرده بودن و میترسیدن
دوباره دختر دنبال آزادی بیشتر بود که یاد ما افتادیم در مورد حالا چند سال گذشته ایران، چندین دهه گذشته ایران شبیه همون بود که دوباره با اینکه مردم همه چی رو داشتن دوباره دنبال آزادیه بودن و گیر چیز بدتری افتادن. این هم تقریبا همچین چیزی بود، یعنی با اینکه همه چی خوب بود و روال بود، باز اون آزادی طلبی، اون حس آزادی که یک انسان داره رو تو اون موقع گذاشته بودن. این قشنگ بود، این تنها پوینت خیلی مثبتی بود که حال میداد، اون آزادی طلبه دختره. ولی کاش فیلم اتمسفر ترسناکتری میداد. حالا شاید برای یه بچه ترسناک می بود، میدونی، شاید برای یه بچه این کار ترسناک می بود، ترسناک باشه، ولی برای مایی که دیگه بزرگتر شدیم اون حس ترس نداشت. مشکل داشت، یعنی نه اینکه من الان انتظار داشتم یه فیلم ترسناک ببینم، نه. توی قبلی اگه یادتون باشه چند پلان اول شخصیت کاراکتر رو از پایین به بالا نشون میدادن، محیط تاریک بود، فرار کردنه، 2 سگ وحشی و یه مزرعه‌ای که دور افتاده بود، مرغا جرأت نداشتن اون نزد وایسادنه. خیلی خوب خفن بود، اون حس ترس رو القا میکرد. ما هم که بچه بودیم نمیشاشیدیم سرشاشون، کورالین نبود یا عروس مرده نبود که، ولی اون حس ترس رو داشت، استراب از اون کاراکتر ما میترسیدیم. یعنی بچگی من هنوزم یکو ببینم از اون میترسم، ولی اون ترس تو 2 نبود. کاراکتر نه ترسناک نبود، کاراکتر اون ابهت قبل رو نداشت و این مشکل بود. اما در کل قطعاً منتظر باشید دوبله فیلمو ببره بالاتر. اگه الان نمرش از نظر من 7 باشه، دوبله میتونه تا 8-8.5 بره بالا. دوبله خاطر انگیزه میتونه جذاب ترش کنه، ولی کاش تخیلی بودن نمیشد و همون بحث اولی که گفتم، ساده بازی کردن سخت‌ترین کاره. سناریو باید یه چیز ساده می بود، این مرغداریه میتونست یه چیز ساده می بود، حالا یه کوچولو بهتر از قبل، ولی اینکه یه عالمه امنیت اونجا رو ببری بالا و کارو بگی وای اینا الان قراره چجوری از اینجا فرار کنن، ولی فراره یه روند خیلی ملو و ساده ای که انگاری مثلا تو داستان نوشتی گفتی خب 90-80 دقیقه شد، حالا چجوری فرار کنن؟ خب این که دوست نداشتم و قطعا هم شما هم که نگاه میکنید اون حس رو میدم، ولی کاملا میشه دید، میشه لذت برد، خسته کننده نبود. شاید به خاطر اینکه ما با کاراکترها خاطره داشتیم، کاراکترهای قبلی بودن کم رنگ تر شده بودن، اون کاراکترهای فرعیه اون زور قبلی رو نداشتن، شخصیت پردازی کاراکترهای قبلی اندازه قبلا قوی نشده بود. نمره من بهش 7 میخوام بدم، ولی زیاده حس میکنم. 7 نمره قبلی اون دوست داشتنی که کاراکترها رو دوست داشتم هم هست، یعنی تاثیر اونها هم هست. امیدوارم از اولین شاید بالاخره پخش بشه این قسمت و اولین نقد، بررسی، پیشنهاد، انتشار نظرم دوست داشته باشیدش. قطعاً برام کامنت بذارید، حمایت کنید، نظر بدید، چون شروع یک کاره و اینجا قرار نیستش ما همیشه دیلی یا خیلی تعداد زیاد ویدیو داشته باشیم. نه، من خودم سخت فیلم میبینم، سخت انیمیشن میبینم و سرشون حساسم، پس تعیین میکنم که چیزایی که خودم انتخاب میکنم و میبینم معمولا چیزای خوبی هن. اگه تحت تاثیر رسانه قرار نگیرم مثل باربی چرت و پرت، بیام در مورد شما نظرم در مورد اون کارو بدم. چقدر دارم بد حرف میزنم آخرش. فعلا خداحافظ.